در پرتو سیاست سازنده، عادلانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امروز تمام ساحه‌های حیات جامعیت در جمهوری تاجیکستان رشد و پیشروی دارد. با خصوص فرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت کشور جناب عالی امام علی رحمان به فعالیت افسران و سربازان خدمتیان قشون‌های داخلی توجه خاص ظاهر کرده در این زمینه شرایط خدمت بود و باش سربازان، تامینات آنها با مواد غذایی، تکنیک و شرایط‌های معیشی به جلب جوانان به خدمت در صف قواهای مسلح مساعدت کرده ایستاده است. صف خدمتیان حربی قشون‌های داخلی از حساب جوانان صاحب معرفت و تجربه اندوخته روز از روز افزون می‌گردد. تنها با دستگیری و غمخواری سرور دولت امروزها قشون‌های داخلی با ساختارهای قدرتی یک قطار دولت‌ها از جمله امریکا، روسیه و قزاقستان همکاری را گسترش داده، جهت بلند برداشتن آماده‌باشی جنگی، بهتر گردانیدن درجه تأمینات هیئت شخصی و وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به ساختار اشتاتی و تشکیلی قشون‌های داخلی کارهای زیادی را به انجام رسانیدند. دوام فعالیت چندین ساله خدمتیان قشون‌های داخلی در مسائل آماده‌باشی جنگی، خدمت قشون‌ها و بخطری خدمت حربی، اجرای نقشه و چاره‌بینی‌ها، نتیجه و صفت مشغولیت‌های تعلیمی، تیار کردن کماندیران خرد، بلند برداشتن انتظام حربی، تربیت و تندرستی هیئت شخصی در قسم واحدهای خود به نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند. حالا هیئت شخصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی با افسران دارای معلومات عالی مخصوص مکمل گشته و هیئت فرماندهی قشون‌های داخلی با انتخاب و جابجاگذاری کادرها، رعایت معیاری آیین‌ناموی و انتظام حربی و خدمتی طلبات قطعی دارند. در دوام 25 سال صاحب استقلالی دولتی شرایط فراهم آمد که با مهنت ثباتکارانه حدود شرطهای حربی را آباد و خدمتیان قسم و واحدهای قشون‌های داخلی در این دوره بارها مشق و تعلیمات‌های تاکتیکی و نظریوی گذرانیده سزاوار بهای بلند سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گشتند. تأمینات قسم واحدهای قشون‌های داخلی با خوراک و پوشاک، درجه تأمینات پولی، اموال شیعی، مهمات جنگی نیز در سطح بلند رعایت گردیده سال از سال خوبتر و بهتر گشته ایستاده است. شناسایی از شرایط معیشی سربازان، کتابخانه کلوب، تالار ورزشی، تمرین با اسباب خدمتی اعتماد ما را به شرایط خوب خدمت در قشون‌های داخلی باز افزون کرد. در قسم نظامی 54-53 به کسب آموزی و از خود کردن مناسبت با عراق از طرف کماندیران و متخصصان توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. اینچنین در روند خدمت سربازان قسم نظامی 54-53 با آموزش تکنیک حربی و مشغولیت‌های بدیهی و استتیکی جلب کرده می شوند. چنین از مشاهده ها برمی‌آید سربازان قسم نظامی مذکور شبانه روزی به خطرهای پترولی در کوچه و خیابان‌های پایتخت در یکجایی با دیگر بخش‌های میلیشیا به تأمینات ترتیبات جمعیتی و امنیت شهروندان سفربر کرده می‌شوند. چنین طرز خدمت از هر یک سرباز مدنیت معاشرت، رعایت کردن طلبات‌های آیین‌نامه خدمت را تقاضا می‌کند. امروز سربازان تاجیک با استفاده از شرایط‌های مهیا گردیده با جسارت و مردانگی خود قادرند که در پیشگیری و بی‌ضررگردانی همه گونه کردارهای به جامعه خوفناک کارنمایی‌های خوب نشان دهند. صادق بودن به سوگند نظامی این پیش از همه محبت داشتن به دیار، پاس داشتن مقدسات ملی، ارج گذاشتن به هر وجب خاک این سرزمین است. ما با همراه سربازان و افسران قسم حربی 3502 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در بلندی‌های دره مغاو جایگی قرار داریم و مشق‌های تاکتیکی سروی کوی را گذرانده ایستاده‌ایم. عالم همه جا ولی وطن در یک جاست.
در سنگ وطن مثال هیکل زیباست. جان عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. با مرور زمان در ترکیب ارتش ملی جمهوری تاجیکستان هر گونه خدمت رسانی ها بر راه مانده شده است که از جمله در ترکیب ساختار قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در قطار 10 رتبه که یکی از آنها وزواد سواره اسبی عمل میکند. از این اسب‌های خدمتی هنگام برگزاری چهاربینی‌های سطح دولتی با مقصد تامین نمودن حفظ ترتیبات جمعیتی و امنیت شهروندان پر استفاده برده می شود. وضع تامینات و شرایط‌های خواب و خوراک افسران قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی نه تنها در سیمای خوشحال آنها عیان است، بلکه افاده چنین قناعتمندی در لحن و زبان آنها و ترنم وطن عزیز تاجیکستان هویدا است. امروز خدمت در صف قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی نه تنها قرض فرزندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است، بلکه خدمت مکتب جسارت و مردانگی، خودشناسی و وطن دوستی بوده برای تشکل و معرفت‌ناکی افسران زمینه مساعد فراهم می‌آورد. خدمت مادر وطن نه تنها قرض شهروندی هر یک ساکن این کشور است، بلکه برای هر یک جوانمرد مکتب تجربه زندگی، کسب هنر و جسارت و دلیری میباشد. قسم نظامی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی ماه اپریل سال 1993 در ساختار قشون‌های داخلی همچون بریگاد زودعمل تأسیس یافته بود. در دوره جنگ شهروندی افسران و سربازان این قسم نظامی از خود مهارت و ملکه بلند جنگی نشان داده در پیشگیری آشکار و بی‌ضررگردانی گروه‌های مسلح غیرقانونی و برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی دولت نقشی باسزا گذاشتند. خاراکتر نو کسب کردن عالم جنایی و حمایت نمودن مرز و بوم دولتداری از هر یک کارمند نظامی کشور ما طلب می‌کند که دانش‌های عملی و نظریه‌ای خود را جهتی از خود کردن اسلحه و تکنیک‌های حربی را عمیق‌تر آموزند. با این مقصد ساختار بریگاد زودعمل یعنی قسم نظامی 3502 با پالک فوری تعیینات مخصوصی ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی تبدیل نام شده فعالیت آن نیز وسیع کرده شد. چون سالهای پیش افسران و سربازان از جهت جسمانی و روانی سالم و تنومند با پالک فوری تعیینات مخصوص جلب گردیده در ترکیب آن بخش‌های چون بتالون سواره تیرانداز، بتالون فوری تعیینات مخصوص، دیویزیون ارتلری، روتای علاهیده تعیینات جنگی، روتای تیرانداز کوهی عمل می‌کنند که افسران و سربازان پالک مذکور نوابسته از چگونگی وضع و باد و هوا از عهده وظیفه‌های برداشت داشته‌شان با سربلندی می‌برآیند.
برای هر یک سرباز آن شرف و افتخار بزرگ است، زیرا آنها نه تنها قرض شهروندی خیش را به جا می‌آورند، بلکه تکیه‌دار این وطن و مادر خود بوده در روند خدمت صاحب اختصاص و دلیر و شجاع به کمال می‌رسند. در قسم‌های حربی قشون‌های داخلی برای بلند برداشتن ملکه کسبی، استعداد و دانش و جهانبینی افسران و سربازان شرایط‌های ضروری، بازه خوب تعلیمی و مادی موجود است. علاوه بر این، از جانب راهبریت وزارت کارهای داخلی در دایره همکاری‌های سودمند جهت صاحب کسب نمودن افسران و سربازان تاجیک با کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری‌های قزاقستان و اوکراین و دیگر مملکت‌های با ما دوست برای تجربه آموزی سفر بر کرده می‌شوند. با باوری کامل میتوان گفت که هیئت شخصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چون فرزندان صادق این وطن با ننگ و آر سازنده خیش و با پشتیبانی از سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهر تامین ولایت قانون، آرامی و آسودگی و صلح و وحدت ملی خدمت کرده، وظیفه‌های بزیمه داشته‌شان را با سر بلند اجرا نموده به سوگند نظامی خود صادق میمانند. Vatan